به بخش پنجم از مبحث رویارویی با سایه با حکمت آلن واتس خوش اومدی. اگه 4 ویدیو قبلی رو ندیدی حتما ببینشون. لینکش رو پایین همین ویدیو در دیسکریپشن برات گذاشتم. امروز میخوایم به نقطه اوج این کیمیاگری بریم. امروز میخوایم متوجه بشیم که چرا برای پیدا کردن رسالت و معنی زندگیمون نیاز به یک هوش عجیب و غریب نداریم. آلن واتس میگه صداقت مهمتر از نبوغه. همون چیزیه که مسیر رو برای تو باز میکنه. رسالت و هدف تو قرار نیست به تو اعطا بشه، بلکه خودش رو برای افراد صادق آشکار میکنه. رسالت برای کسی آشکار میشه که مشتاق دیدنه، مشتاق حس کردنه. کسی که از تقسیم کردن خودش به 2 بخش پذیرفتنی و ممنوعه دست برداشته و در عوض انقدر بزرگ شده که هر دو رو در بر بگیره. اون وسعت و بزرگی آزادیه. اون وسعت قدرته و از دل این قدرت قدم بعدی همیشه نمایان میشه. وقتی این درک عمیق میشه میفهمی که رسالت تو یه چیزی نیست که یک بار اون رو انتخاب کنی و بعد برای همیشه مثل یک عنوان حک شده بر روی سنگ مالکش باشی. رسالت تو چیزیه که همزمان با صادق تر شدن تو به طور مداوم شکوفا و باز میشه. به همین دلیله که سایه و روبرو شدن باهاش انقدر حیاتیه. هر لایه‌ای که تو با اون روبرو میشی لایه دیگه ای از زندگیت رو آشکار میکنه که منتظره که زنده بشه. اون چیزی که اول به شکل خشم ظاهر میشد ممکنه بعداً اندوه رو نشون بده. اون چیزی که ابتدا به صورت حسادت پدیدار میشد ممکنه بعداً به صورت یک تمنا و اشتیاق عمیق فاش بشه. اون چیزی که به نظر مثل یک شرم می اومد ممکنه بعداً یک استعداد دفن شده یا یک شکل فراموش شده از لطافت رو نمایان کنه. سایه ایستا و بی حرکت نیست، زنده است. و چون زنده است رابطه تو هم با اون باید زنده و پویا باشه. این یکی از دلایلیه که بیداری از طریق سایه آدما رو متواضع و فروتن میکنه. چون تو دیگه تصور نمی کنی که رسیدن به یک بینش بزرگ واحد کار رو تموم کرده. تو دیگه در انتظار یک نسخه نهایی تمیز و بی‌نقص از خودت نیستی که دست نخورده و عاری از تناقض باشه. در عوض شروع میکنی به زندگی کردن مثل اینکه در گفتگویی در عمق وجودت هستی. زندگی بارها و بارها موقعیت‌هایی رو پیش روی تو میگذاره که احساسات شدیدی رو در تو بالا میاره و هر بار تو یک انتخاب داری. آیا روی برگردونم و دوباره به نقش بازی کردن و ادامه نمایش سقوط کنم یا به سوی آنچه که برانگیخته شده رو کنم و بپرسم الان چه حقیقت عمیق‌تری داره در میکوبه؟ این پرسش تبدیل به شیوه زندگی تو میشه و وقتی اینطور شد رسالت دیگه چیزی جدا از زندگی روزمره تو نیست. رسالت دیگه در جایی در دور دست ها پشت یک شغل یا مقام بی‌نقص، پشت یک شریک عاطفی بی‌نقص یا یک هویت بی‌نقص منتظر نایستاده. رسالت تو در شیوه مواجهه تو با مسائلیه که با اونها هر روز روبرو میشی. در شیوهی که یک درد قدیمی رو به خدمت زنده تبدیل میکنی. شیوهی که اجازه نمیدی ناآگاهی به نوشتن داستان زندگیت ادامه بده. به همین دلیله که برخی از با اصالت ترین و هدفمندترین آدمهای دنیا از بیرون خیلی با اباحت و دراماتیک به نظر نمیان. عظمت اونها آروم و بی صداست. عظمت اونها در اینه که یاد گرفتن چطور سایه خودشون رو هضم کنن
و به حکمت تبدیل کنن. آدمی که روزی حس طرد شدگی یا رها شدگی میکرد، تبدیل به یک پناهگاه امن برای دیگران میشه. کسی که شرم رو میشناخت، تبدیل به صدایی برای آزادی دیگران میشه. کسی که خشمگین بود، تبدیل به یک نیرویی برای حقیقت میشه. حقیقتی که واضح و روشن بیان میشه. کسی که احساس نامرئی بودن میکرد، یاد میگیره که چطور بقیه رو واقعاً ببینه. اینا دگرگونی‌های انتزاعی و تئوری نیستن. اینا کیمیاگری واقعی یک زندگی انسانیه و این اتفاقات به خاطر ناپدید شدن سایه نمیفته، بلکه به این دلیل میفته که تاریکی دیگه در زیرزمین روان تو رها نشده تا برای خودش دندان تیز کنه. تاریکی به طبقه بالا اومده تا با عشق، صداقت و با آگاهی تو وارد رابطه بشه. اون وقتی که شروع میکنی به حس کردن یک نوع سپاسگزاری عجیب، حتی برای اون بخش‌هایی از وجودت که یه روز تو رو میترسوندن. برای خود آسیب و گزند سپاسگزاری نمی‌کنی، رنج رو تمجید نمی‌کنی، بلکه برای اینکه وقتی با رنج روبرو میشی میتونه اتاقهای پنهان وجودت رو باز بکنه، شکرگزاری میکنی. متوجه میشی که اون زخم هرگز فقط یک زخم نبوده، بلکه یک آستانه و دروازه بوده. اون ترس هرگز فقط ترس نبوده، بلکه یک جهت و مسیر بوده. و اون حسادت هرگز فقط یک حس زشت نبوده، بلکه یک اعتراف دفن شده بوده به اون چه که عمیقاً آرزوش رو میکردی. پس سایه تبدیل به نوعی نقشه تو میشه. سایه از تو تملق و چاپلوسی نمیکنه، اهمیتی به تصویر ذهنی تو از خودت نمیده، اما تو رو به سمت اون چیزی که واقعیه هدایت میکنه. و امر واقعی، هرچند که گاهی دردناک باشه، همیشه بخشنده تر و زندگی بخشتر از دروغ‌های صیقل خورده است. به همین دلیله که اصالت چنین نیروی عظیمی داره. آدمی که با سایه خودش روبرو شده متفاوت حرف میزنه. کلماتش آریه‌ای و قرض گرفته شده نیستن. راهنمایی‌هاش تزئینی و ویترینی نیستن. عشقش نازک و سطحی نیست، حتی سکوتش هم وزن داره. این افراد عمق پیدا کردن، چون از عمق فرار نمی کنن و عمق همون فضاییه که اون رسالت و هدف تو در اون کاملا آشکار میشه. تو میتونی تفاوت رو در کسی که در سطح سخن میگه و کسی که با تمامیت وجودش حرف میزنه حس کنی. اولی حتی ممکنه تو رو تحت تاثیر قرار بده، اما دومی تو رو دگرگون میکنه. پس شاید مهمترین چیزی که باید بفهمی اینه که رسالت تو هرگز با رها کردن و طرد کردن بخش‌هایی از خودت که باعث شرمساری میشن پیدا نمیشه. رسالتت وقتی پیدا میشه که یاد بگیری چطور اونها رو در بر بگیری، بدون اینکه تحت فرمان و سلطه اونا در بیای. و این همون راه میان است. میان سرکوب و زیاده روی. سرکوب میگه این بخش از من نباید وجود داشته باشه. زیاده روی و تسلیم میگه این بخش از من باید کورکورانه اطاعت بشه. ولی یک پارچگی و اینتگریشن میگه این بخش از من الان اینجا حاضره. بذار گوش بدم، ببینم چی میخواد به من بگه. بذار به اون فرم و ساختار بدم. بذار اجازه بدم به زندگی خدمت کنه. این راه و رسم بلوغه و از دل بلوغ اعتماد متولد میشه. کم کم اعتماد میکنی که یک معنایی وجود داره، حتی جاهایی که در نظر اول زیبا به نظر نمی اومدن. شروع میکنی به اعتماد کردن به اینکه احساسات ناخوشایند فقط مزاحمت تو نیستن، بلکه دعوتنامه هایی برای تو هستن. شروع میکنی به اعتماد کردن به اینکه مسیر تو لزومی نداره شبیه مسیر هیچ کس دیگری باشه،
چون هیچ کس دیگری دقیقاً این ترکیب خاص از تو، زخم‌ها، موهبت‌ها، سایه، لطافت و آتش رو حمل نمی‌کنه. این تو رو از مقایسه کردن هم آزاد میکنه. چرا باید به تجلی و ابراز یک انسان دیگه حسادت کنی وقتی زندگی خودت هنوز التماس میکنه که متولد بشه؟ چرا از رسالت کس دیگری تقلید کنی وقتی هنوز رسالت خودت رو به طور کامل گوش ندادی؟ مقایسه کردن سیگنال و فرکانس تو رو ضعیف میکنه، ولی کار کردن روی سایه اون رو تقویت میکنه. چون سایه تو رو به مواد خام وجود خودت، اشتیاق درونی خودت و مرزهای خودت برمیگردونه و اینجاست که زندگی اصیل تو آغاز میشه. دنیا به یک نسخه صیقل خورده دیگه از اون چیزی که قبلا وجود داشته و مورد تایید قرار گرفته نیازی نداره. دنیا به حقیقتی نیاز داره که فقط و فقط تمامیت تو میتونه اون رو ارائه بده. اون حقیقت ممکنه متواضعانه و کوچیک باشه. ممکنه در تعاریف سنتی و عرفی مهم به نظر نرسه، اما ضرورت در خودش داره. حس شبیه این خواهد بود که چیزی درون تو دست از تظاهر برداشته و وقتی تظاهر تموم بشه انرژی تو برمیگرده. چون تو دیگه انرژیت رو برای حفظ ظاهر یا سرکوب واقعیت‌هایی که میخوان به شکل دیگری زیسته بشن به هدر نمیدی و این انرژی کم کم جمع میشه، حرکت میکنه، کانال‌ها و جریان‌ها رو پیدا میکنه و از دل اون کانال‌ها رسالت تو نه شبیه به یک علامت سوال بلکه شبیه به یک جریان خروشان شروع به جاری شدن میکنه. تو کل شکل اون رو نمیدونی، اما میدونی چه زمانی درون اون جریان هستی. وقتی که زنده بودن بیشتر، انسجام بیشتر، اقتدار آرام بیشتر، فشار کمتر، چند پارگی کمتر، نیاز کمتری به اینکه از دنیا بپرسی تو کیستی رو حس میکنی، میدونی که درون هستی. تو میدونی چون داری از درون اون زندگی میکنی. پس اگه هنوز از سایت میترسی، با اون ترس مهربان باش. اما برای همیشه از اون پیروی نکن. این مبحث زیبا در رویارویی با سایه با حکمت آلن واتز همچنان ادامه داره. مسیر ما بازگشت به نور در عمق جانه. پس مراقب خودت باش، مراقب نورت باش و تا ویدیوی بعدی بدرود.